جوان تنها به شعار نمی شود. جوان این پیامبر شعار نیست، با جان خود باید دوستش داشت. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه طلا برای مرد حرام است. صحابه اونجا به دستش انگشتر طلا هست، همون لحظه از دست خود بیرونش میکنه، دور میاندازد. همون لحظه اون را دور میاندازد. من یک روز دوست داشتم، عروسی کرده بود، نامزاد شده بود، باز یک چله طلا عروسش برایش داده بود و انگشت خود کرده بود. برش گفتم که این حرام است، را نپوش. پیامبر صلی الله علیه و سلم این را منع کرده، به مردا حرام است. گرفت از دستش به جیبش ماند. قدر خوشحال شدم که الحمدلله امروز هم جوانان هستن که مثل صحابه عمل میکنن. دو روز دیر شد، باز دیدم از دور به من سلام داد، دیدم که به دستش همون انگشتر است. نزدیک شدم برایش گفتم من نگفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید طلا حرام است برای مرد، چرا نکردی؟ گفت زنم خفه شد. روز قیامت چونه نگاه بکنیم به پیامبر؟ رضای زن بالا از رضای نبی است. نبیه که خود را قربان من و تو گردانید، نبیه که جیگر حمزه خود را قربان من و تو گردانید، نبیه که عمرش قربان من و تو شد، نبیه که عثمانش قربان من و تو شد، نبیه که علیش قربان من و تو شد. خون از دندانش قطره قطره در جنگ احد میچکد. دعای بد نمی کند در حق امت. میگه شاید اینها هدایت بشود. در طائف آنقدر زدش که خون از پاشینه های پایش حرکت کرد، دعای بد نمی کند. میگوید شاید فرزندان اینها مسلمان بشود. گفت همسر من خفه شد، به من خاطر پس پوشیده بشه. گفت که طلا حرام است. صحابه از دست خود گرفت دور انداخت. برش گفتن که پیامبر نگفت که دور بیانداز، برش دار ببر به همسر خود بده. گفت به خدا قسم چیزی را که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حرام گفته و من دوباره اون را بر نمیدارم.